من سلام نه مرگ من تو رو قرآن نه اب نداره من تو رو قرآن نکش، خواهش کردم نکن. خدا لعنت کنه اون مسئولی که الکی پشت اون میز نشسته، ساعتها باید راه بیفتم بیام اینجا ببینم بچه های مملکت دارن اینجوری زندگی میکنن. خدا ازت نگذره که الکی نشستی پشت اون میز. خدا از حق خودش میگذره ولی از حق و ناس نمیگذره. این اگه اینجا برق بره بچه های ایرانمون دارن چیکار میکنن؟ بدون برق دارن زندگی میکنن. خدای 8 سال الان من اینجا آبا میزنن که خونه هاشون خنک شه، حکم کولر دارن. خدا لعنتتون کنه، خدا ازتون نگذره که پول این بچه ها و پول این مردم رو برداشتید اختلاس کردید. خدا لعنت کنه اون مسئولیو که بچهش تو کانادا تو بهترین زندگی داره زندگی میکنه. خدا ازتون نگذره. ایشالله به چه کنم زندگی بیفتید. ایشالله سرب داغ تو گلوتون فرو کنند. این مردم ما، این سرزمین ما، با کشور ما چیکار کردید؟ با ایران ما چیکار کردید؟ با ایران ما، اینجا ایران ماه، اینجا مال ماه، چی کار کردید؟ وطن فروش واسه اون حرومزاده ایه که بهش برمیدارن پست دولتی میدن، پشت میز میشینه اندازه یه گوسفند حالیش نمیشه. دست دادیم همینجا به خاطر گرمازدگی دو تا بچه از دست دادن. تو رو به آبروی زهرا، تو رو به قرآن، تو رو به اون پرچم مقدسی که میپرستید، به اون شیر و خورشیدی که میپرستید، این کلیپ رو دست به دست کنید برسه دست 4 نفر بتونن به اینا کمک کنن. این بدترین روستایی بود که اومدم دیدم. این مردم ایران با این همه سرمایه، با این همه معادن، با این همه نفت سزاوار اینجوری زندگی کردن نیستند. ما عمرمون رفت، ما میگیم ما دیدیم. اینا چی کار کنن؟ سالم با گرمای 50-60 درجه ما آب میزنی خیلی بچه ها حس میکنن، ما آب میزنی خیلی بچه های بزرگ ما گریه میکنن. این به خاطر گرمازدگیه. هم که مریض واردش بوده با قرآن چند بار مریضیش چی الان؟ تشنج کرده. آره. دختر 17 ساله کشورمون. لعنت به غیرت من، لعنت به غیرت ایرانی، لعنت به غیرت ایرانی که فکر میکنیم خودمون داریم زندگی میکنیم. از صبح بلند میشیم تا شب دنبال اینیم بزنیم به هم دیگه. دختر مملکتمون، دختر ایران، ناموسمون، بدون برق، بدون کولر، بدون هیچی تشنج کرده. من صحنه هایی تو زندگیم دیدم که والله حالم بده. من چندین سال عمرمو گذاشتم واسه این روستای محروم. من بیش از 60 تا روستا رو ساختم و حرف در آوردم. روستای 75 از توابع جاز موریان. جانم دارم معرفی میکنم واسه اونایی که میگن اینجا کجاست رفتی. شماره کارتی هم که میذاریم حساب خیریه است. ورود و خروج مشخصه، تمامی مدارک. خیالتون راحت باشه، نه تو جیب ما میاد نه تو جیب کسی دیگه. مستقیم هزینه مردم روستاهای اینجا. دستشوی همون کجاست؟ دستشوی همون نداریم. یعنی دستشوی همون نداریم؟ اینجا الان تاریک میشه با چه نوری میرید میاد؟ نوری نداریم ما هیچی. بابا مگه میشه؟ هیچی نداریم نوری. آها اون چاه درست کردن. این سرویس بهداشتیه. چراغ بزن. این سرویس آها آقا چراغ بده. این سرویس بهداشتیه. میگه پارسال مار زده بودش. فاتو زن. چقدر طول کشید تا رسید بیمارستان؟ خب اگه یه موقع خدای ناکرده زبونم لالین بچه رو مار عقرب بزنه چی؟ دیگه تمامه، زیر 5 سال تمامه. با خدا زیر 5 سال عقرب بزنن میمیرن. زیر 5 سال. خدا نکنه. چقدر حاضری بهت بدن بیای اینجا زندگی کنی؟ چقدر حاضرن بهت بدن با بچه هات بیا اینجا زندگی کنی؟ خدا به سر شاهده 1 ساعت نمیتونی. 1 ساعت نمیتونی. 0 تا 100
برای این مردمه. 0% هم خیریه هویت داره. اونایی هم که نگرانن، اونایی هم که شک و شبهه دارن، برن دنبال شکایت بکنن. هر ارگانی که برن، از نیروی انتظامی، پلیس فتا، همه جا برید. ما میایم، حاج حسین قیاسی میاد و مداره کامل. 0% اصلا خودتون بیاید زیر نظر خودتون انجام بشه. اونایی که شک و شبهه دارن، سری بعدی شما بیاید. نه آقا، بله. سری بعدی اونایی هم که نظر تنگن، بیزاتن، فکر میکنن ما میخوریم، بذار اونا با ما بیان. بعد هم بیان ببینن، هم شب کارشون داریم. دیگه اگه 10 تا خونه اینجا ساخته بشه برق میکشن. خب من نمیدونستم اینو. ببین میگه اگه اینجا 10 تا خونه ساخته بشه مجبورن برق بکشن. پس اینو افتادیم جلو. خب پس ما فکر و ذهنمون رو با مردم ایران میذاریم برای ساختن خونه سازی. مثل همون ریگان، جنوب ریگان که ساختیم، کلیپ برای من ساختن، گفتن این با سپاه پول مردم رو میخوره و فلانی حرفا. 4 نفر واسه من کلیپ درست کردن. آخرم ساختیم اونجا رو. میگن سیاهیشمون واسه زغال، واسه خودشون، آبرو خودشون رو بردن. الانم باز هر کی واسه من کلیپ بسازه آبرو خودشون میبره. چون ماشاءالله هزار ماشاءالله به لطف اون بالاسری مردم ایران پشت منن. شروع میکنیم اینجا نمیزنیم 10 تا بسازیم، برقکشی و آبکشی میشه. و آقا تموم شد، دست بچه‌ها رو آقا تمام میشه. بابا این پاها تو حلق اونی که پول این مردم رو خورد و اختلاس کرد برد. این پاها سرب بشه، الهی دورت بگرم، خدا نکنه این پاها سرب بشه، ولی تو حلق اونی که پول این مردم رو خورد و برده. خدا لعنت کنه اون مسئول بیلیاقتی که بعد از این همه سال حتی نتونست برق واسه اینو بکشه.